دانشمندان تاجیک و آمریکایی حرکت یکی از همجنسان ببر برفی این جانور نادر در تاجیکستان را از طریق ماهواره مشاهده می‌کنند. تحقیق زندگی جانوران در دایره برنامه سازمان پنتر صورت می‌گیرد که 6 سال باز زندگی این جانور نادر در تاجیکستان را تحقیق دارد. در این مدت 38 ببر برفی را در قطارکوه‌های پامیر و 12 تای دیگر را در قطارکوه درواز مشاهده کردند. ما هفته اسپوتنیک در کامپیوتر همین خیلی چی پیدا میکنیم که همین ببر برفی در کجا میگردد، چه خیلی غذا میخورد. تنگ کردن محیط زیست و شکاری غیرقانونی ببر برفی را به ورطه نابودی رسانیده است. هدف از تحقیق زندگی جانوران زیبای کوهی هم پیدا کردن راه‌های احیا و از ورطه نابودی خلاص کردن آن در تاجیکستان است. یک خبر خوشی محققان آمریکایی و تاجیک این است که بعد از سالها ببر برفی را در قطارکوه‌های حصار و زرافشان پیدا کردند، جایی که گمان می‌رفت ببرها ابداً از آنجا رفتند.